میگم که دخترها میریم جوک سر هر کسی که آمد باد و باد. میگم که مادر کلان نوازه خود صدا کرد که فقیر بیا بر فقرت مادر بیا که چین دکونه بانگالا مالی فقیر بیا خمیر رو بر بیا که خمیر توش کش فقیر مامنی بریم دور بریم من ندش نوام چی نیزی بیا دولت نزم بیا خمیر رو بر مامنی بریم خب باش با بیت بیایم مکتی کاری دارم و قلالایی که راستش میدیم خب من خودم میبرم توی مادر کلان بیچاره خمیر گرفت در سر شانه خود ماند و برآمد بیرون که از سب جدا نظر می‌کنه. خواهش می‌کنم تاکو ایتن کاملا تاکو نه نامه بزن بیای نخواهی چه تو از اینجا بچه آدم میپوشه لبای مرم میچوشه خواهی فقیر تفلک 7 ساله بود و خمیر نبود مادر کلانش خمیر گرفت که در اون لب سرک خانه شنانگویی بود که سرک فکر کنی ترافیک بیچارهش پناه کرد چینی که سر بخط بخص کرد برو کنار موتر میزنه نشون میکنه کار سیده خستش پلاک میکنم برو این جوان که بودم در یکش پلاک میکنم दुनिया को सरान खोरे दुनिया को सरान खोरे दुनिया को सरान खुशबीर शबे यार जवान من نغمه سرانه دل عاشق سران چک چک بده ماشاءالله दुनिया को सरान खाले दुनिया को सरान दुनिया को सरान खाले दुनिया को सरान खुशबीर शबे अय्यार जवान من نغمه سرانه دل عاشق سران من نغمه سرانه دل عاشق سران ماشاءالله
سوار میگذرد ما شیشتم و کاروان ز پر میگذرد این سال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان میگذرد بیگانه قریب و ملک بیگانه قریب بیمارم و میکسد نه درمان نه طبیب کو مادر و مادر دلوای خانم بیگانه چی دانم که چه شد کرده دوست ما فرمایش دارم از نقمه و منگلم من کنسرت داشتم در واشنگتن دی سی همراه نقمه و نقمه جان منگل سید آهنگ را خواندم خواهش میکنم البته کدام خارجی فارسی نمی‌دونم. ما افتخار میکنیم که در مقطع ما خارجی آمدن. این خود جدایی زیاد شده در اینجا نارسایی آدم باید از احترام زن و شوهر خود داشته باشه یکی دیگه خود احترام داشته باشه حضور درامیش پسان بعد از آفتای دیگه انشاءالله درامی را خدمتتان تقدیم میکنم که همین بدبختی هایی که در اروپا و در سراسر اروپا هست اوی درامه را من ریزگار یک خانم است که ما جور کردیم باز بعد از خدمت شما تقدیم میکنم دوست ما آهنگ نقمه و منگل فرمایش دادم خدمت شما تقدیم میکنم پسان ازاد قربان برای من تمام ملت
افغانستان وجود مذهب است. ما مثل شم و پروانه مردم خود دوست دارم. باز هم به افتخار ما مردم دلپاک و مهربان یک خوب سید یک خط نازنین بزنید که هر کس از قلب ما استفاده کند تا که ما را از پای زنید. باز هم زنده باشه افغانستان. آهنگ شوالی جان ولیست که میگه تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. هر کسی که از افغانستان عشق از ظلم کردن میکنه. اما که نازل بزن تو بود غیر نازل در طیاره شیشته بودن گفتن که این طیاره سقوط میکنه. یک دفعه یک زن سفید پوست گرفت تاجر دیگه چی لفظی میگه تارایش کرد. زن سیاه‌پوست در پلیس شیشته بود گفت چرا تو پیشن میکنی؟ گفت اگر طیاره در زمین رفت اول زمین مقبول جمع میکنه. یعنی در من زن سیاه‌پوست هم گرفت کالا را کشید گفت چرا خود دلش کردی؟ گفت اول ماشین شدی بینه. انتحاری ها زیاد است. در کابل انتحاری شد. یک بچگه کابل که بیچاره را که انتحاری کنن دمی اثناء که انتحاری کنن یک یعنی کلک صدا کرد این بچه ذوب کرد. خب از این گفته بودن در اون دنیا که بوری سی دانه هورای بهشت سر بامرایی میکنه. سر اونجا که هست زمای محمول است. یعنی در ممای پیش داره و پولش کنه پیش. این بیچاره فیروز که برای بیموش یافتی. این آمدن و فیروزک مسلطه کردن بردن در شفاخانه و سامانهای شتا کردن و بالا کردن و بیچاره را کشیدن شکم فربا بیارن. یک دفعه دمی اثناء از هست بالای سرش گفت جوان من بیچاره را سعید رو چرا؟ بچه که باوش آمد از قلبا رو جز 99 آهنگ‌ها را بگذاریم پسان بیاییم یک چند جمله فکایی بگوییم برای دوستای عزیز خود که مادرکای مهربان آمدن، خوارکای نازنین ما آمدن، پدرای مهربان آمدن. میریم از سراغ چند تا از جمله‌ها باز انشاءالله برنامه ما هست آخرش هم شما نازنین میگن که یکی از خاطرهای بخواه من مزار شریف رفتم. مزار شریف رفتم یکی از هموطنهای مزاری ما گفت ای زرمیجان گفت ما در توی قابلی پخته کنیم تو میمان ما شد. من گفتم 1000 دفعه میایم. وقت خانه از یا که رفتم و مجرد که رفتم بسیار محبت کردم. یک بسترخانه بسیار کلان کنکار بالای سر خانه یک اتاق که دیگه بود که سراخه که خود داشت. من گفتم همین تو بالا تیر شوید مثلا بالا تیر شدم در مجرد که بالای سر شیشتم یک دفعه از این دروازه که آواز بدم از حال که باشیم یا پس من دیگه